با سلام و عرض ادب خدمت همراهان گرامی، بنده محمد علی سعادتی هستم، پذیرفته شده آزمون سردفتری و فارغ التحصیل رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی. امروز مورخ 6 دی ماه که مصادف با روز سردفتره، قصد دارم که کانالی رو در یوتیوب راه اندازی کنم که موضوعات این کانال مطالب حقوقی و ثبتی اهم از ثبت املاک، ثبت اسناد و آیین‌نامه‌های اجرای اسناد لازم الاجرا و همچنین حقوق خانواده، حقوق شیرین خانواده به زبان ساده را خدمتتون ارائه میدم که از این مطالب استفاده کافی رو ببرید و امیدوارم که زندگی تمامی زوجین پایدار باشه. در پناه خدا یا حق.